ویدیو رو تا آخر بیننده باشید که در حقیق از جمع 16 مارکه که در دنیا حرف اول رو میزنن و طرفدارای به حد و مرز دارن رو برایت معرفی میکنم. در دنیا امروزه که ما زندگی میکنیم انسان‌های زیاده با در نظر داشته ژنتیک، عوامل طبیعی، سیگارت، رژیم غذایی غلط و بر هر علت دیگری که زیبایی دندان و دهان خود را از دست داده و فکر زیبا ساختن لبخند و دهان خود پرداخته. کشورهای زیاده وجود دارند مانند آمریکا، ایتالیا، آلمان، سوئیس، انگلستان، ژاپن، چین که انسان‌های بیشماری در سرتاسر دنیا را عاشق خود کرده و اما سوال اساسی اینجاست با این همه برند و کشورها کدام کمپوزیت بهتر است انتخاب کنید. بهترین برند کمپوزیت دندان و مارک کمپوزیت دندان شامل فاکتورهایی که دانستن آنها قبل از انجام کمپوزیت در انتخاب و کیفیت نهایی زیبایی دندان تأثیر گذار است. جنس کمپوزیت شامل ویژگی‌های منحصر به فرد هستند که بر حسب مقاومت، زیبایی، طول عمر، رنگ پذیری، مطابقت با سایر دندانها، خالش پذیری، شفافیت و درخشندگی و برندهای مختلف تقسیم می‌شود. این کشورها و شرکت‌های مختلف با توجه به اولویتشان در تولید بر حسب هر کدام از ویژگی‌های مذکور به چندین بخش تقسیم می‌شود که توضیح کامل مختصر از این در این ویدیو ارائه شده است که با دیدن این ویدیو راحت‌تر می‌توانید بهترین برند کمپوزیت دندان را مطابق با سلیقه خود انتخاب کنید. ما در این بسته 16 برند از بهترین برند کمپوزیت دندان رو برای شما معرفی میکنیم. بیسکو یکی از معروفترین و بهترین برند کمپوزیت دندان بیسکو که محصول کشور آمریکاست و در زمینه تولید کمپوزیت دندان فعالیت دارد. این شرکت در تولید کمپوزیت از سیلیکات کلسیم استفاده میکند. این ماده جهت حفظ سلامت بیده و دندانهای زیر کمپوزیت به کار میرود. در کمپوزیت بیسکو از ماده هیدروکسید کلسیم جهت افزایش دوام و استحکام آن نیز استفاده شده است. کمپوزیت DMG برند معروف در زمینه تولید کمپوزیت های میکرو دندان است که با خاصیت انقباض مقاومت بالایی در مقابله با ضربه و سایدگی ایجاد میکنه. این برند کمتر در بازار موجود میباشد و از تنوع رنگی خوبی برخوردار است. کمپوزیت DMP یکی دیگر از بهترین کمپوزیت های دندان برند DMP است. این شرکت به دلیل ساختن کمپوزیت نانو هیبریدی از خاصیت فرمدهی راحت مقاومت با کمپوزیت کلاتین در ساخت کمپوزیت این برند از نانو هیبریدی های استفاده شده است که شب زیاده و مینای دندان دارد. این شرکت با ساخت کمپوزیت ها بسیار مرغوب و کم هزینه تر در قیاس با وینیرهای سرامیکی علاقمندان زیاد اطلاع به خود جلب کرده است که در گروه های بهترین جنس کمپوزیت دندان میتوان قرار داد. کمپوزیت کیر در ابتدا تولید کننده کمپوزیت های پرکننده پوسیدگی های دندان بود که به دلیل مرغوبیت و دوام بسیار مورد استقبال دکتران بسیاری در سراسر جهان قرار گرفت. پس از آن شرکت کیر قابل هماهنگی رنگ با دندان های طبیعی، مقاومت مقابل ضربه، سایدگی و همچنین سازگاری با بافای دندان نمود. برند کیر نیز از یکی از معروفترین برندهای کمپوزیت دندان. یکی دیگر از برندهای کمپوزیت دندان که در زمینه تولید کمپوزیت های نانو هیبریدی فعالیت گسترده‌ای دارد شرکت اوکولار ویوادن هست. نکته قابل توجه در خصوص این برند سخت شدن سری آنها رو سطح دندان هست و همچنین مانند سایر برندها از مقاومت و فرمدهی بالای برخوردار است. شرکت SDI آمریکایی است که تولید کننده یکی از بهترین برند کمپوزیت دندان میباشد که در زمینه طراحی و تولید وینر با ویژگی‌های منحصر بر فرد خود شهرت دارد. از ویژگی‌های آن میتوان با مقاومت بالا، فرمدهی همخوانی با دندانها طبیعی و پالش پذیر آن اشاره کرد. کمپوزیت سارانکو شرکت سوئیسی میباشد که یکی از بهترین برندهای کمپوزیت دندان محسوب میشود. حال حاضر مشهورترین کمپوزیت های دنیا توسط
این شرکت توضیح از ویژگی‌های برجسته این برند استفاده از متاکریلایت ها می باشد که در تولید کامپوزیت های میکروهیبریدی کار گرفته میشن. نکته دیگر در خصوص این برند سازگاری بالای کامپوزیت ها با بافای کامپوزیت دندان سونیکو در واقع برند پرآوازه است و افراد زیادی به این نام و این برند را با واسطه شهرتی که دارد شنیدند. اما چرا کامپوزیت دندان سونیکو با ارائه کامپوزیت های میکروهیبریدی بر سر زبانها افتاد؟ تعریف کامپوزیت میکروهیبریدی: مواد کامپوزیتی که از ذره‌های بسیار ریز در آن استفاده می‌شود، چیز حدود 10 تا 50 میکرون. همین موضوع باعث می‌شود زیبایی و استحکام کامپوزیت دندان بالا برود. کامپوزیت دندان سونیکو کمترین حساسیت‌های دندانی را بعد از انجام کامپوزیت‌ها دارد و همچنین دکتران به علت فوندهی خوب و سرعت سخت شدن آن توسط لیزر آن را از مزیت‌های خوب این برند می‌دانند. میتوان گفت کامپوزیت مارک سونیکو یکی از بهترین برندهای کامپوزیت دندان محسوب میشه و همچنین قیمت کامپوزیت دندان سونیکو به نسبت کیفیت بالای آن که دارد مناسب است. شرکت آمریکایی کاسمودنت یکی دیگر از با کیفیت‌ترین برندهای کامپوزیت دندان محسوب میشه. از ویژگی‌های برجسته آن میتوان به پالش پذیری و فوندهی بالای آن اشاره کرد. لازم به ذکر است اگر اشخاصی که مراقبت‌های لازم را پس از انجام کامپوزیت رعایت کند میتوان بدون نیاز به ترمیم تا 5 سال از این کامپوزیت استفاده کرد. نوع کامپوزیت نانوفیل و میکروفیل در این شرکت تولید و عرضه می‌گردد که بسیار مورد استقبال دکتران قرار دارد. یوکویاما نیز یکی از بهترین برند کامپوزیت دندان است که تنوع رنگ در 20 رنگ توسط شرکت ژاپنی تولید میشوند. یکی از ویژگی‌هایی که این برند را منحصر به فرد کرده است خواص شیشه مرغوب آن است که دوام بالا و همچنین پالش پذیری خوب را با قیمت کاملا مناسب تولید و با بازار عرضه می‌کند. این برند کامپوزیت را به شما پیشنهاد می‌کنم. بهترین جنس کامپوزیت دندان، بهترین مارک کامپوزیت دندان، بهترین کامپوزیت دندان IPS. توجه به داروباز تمام خوب هم خون رنگ برخوردار است و از جمله بهترین کامپوزیت های دندان به حساب می‌آید. کیفیت اجناس ژاپنی همیشه زبان زد عام و خاص بوده. کامپوزیت دندان ژاپنی شروع هم از این قاعده مستثنا نیست و میتوان گزینه ایدئال باشد. پریزما برند برازیلی است که دارای میکروهیبریدی میباشد. نکته قابل توجه آن میکروگلاس بودن ذرات فیلتر آن است که باعث همخوانی رنگ آن با دندانهای طبیعی میشود. لازم است بدانید کامپوزیت های برازیلی یکی از بهترین برندهای کامپوزیت دندان در زمینه رنگ هستند. ما در این ویدیو سعی کردیم اکثر برندها و مارک‌های معتبر رو معرفی کنیم، اما در این بند کامپوزیت درجه 2 از جمله برندهای درجه 2 کامپوزیت دندان که اغلب ساخت کشور چین و تولیدی آن در این کشور انجام می شود میتوان با برندهای زیر اشاره کرد: کامپوزیت اسپیدن، کامپوزیت سولافیل، کامپوزیت ایپالیس، کامپوزیت FGN، کامپوزیت دندان چینی. این کامپوزیت سولافیل کیفیت درجه 2 کامپوزیت دندان دیتیلز که در بالا با آن اشاره شده در بین کامپوزیت چینی بهترین رتبه را دارد. کامپوزیت ها با برندهای بدون اس این نوع کامپوزیت ها معروف به کامپوزیت های ارزان هستند. اگر سلامت دهان و دندان خود را دوست دارید از این برندها استفاده نکنید و سلامت دهان و دندان خود را به خطر نیندازید. حالا سوالی که در بالا گفتیم بهترین برند مربوط شرکت آلمان است IPS و بیسکوی آمریکا می باشد که در سراسر دنیا شناخته شده است و طرفداران بیشمار دارد. یک مسئله مهم دیگر این است که به تازگی برخی از همکاران ما که با عرض تعصب برای کاهش قیمت و ارزان کردن این پروسه از برندهای تقلبی غیر اصلی و نامرغوب استفاده میکنند. این موضوع را باید بدانند که این نوع کامپوزیت ها به دلیل بی‌کیفیت بودن باعث پیش آمدن فقر میشوند. اما چرا؟ به دلیل اینکه دکتران برای پایداری و نشست مواد روی دندان شما مجبور است لایه‌ای با حجم بیشتر رو روی دندان شما قرار دهد. ممکن است در اول دندانهای سفید و درخشان را بعد از اتمام کار ببینید، اما با گذشت زمان خیلی کم تغییر رنگ، شکستگی، لب پریدگی و حتی افتادن وینر کامپوزیت را تجربه خواهید کرد.